بانک اروپایی تجدید و رشد در صدد است به اداره راه آهن در تاجیکستان 26 میلیون دلار بدهد. این مبلغ قرار است برای خریداری واگن و لوکوموتیو ها مصرف شود. 26 میلیون دلاری که بانک اروپایی تجدید و رشد بر راه آهن اختصاص داده است، تنها قسمتی از برنامه نوسازی واگن و لوکوموتیو های این شرکت دولتی است. برنامه کلی نوسازی واگن و لوکوموتیو های راه آهن 109 میلیون دلار معین شده است. انتون اوسف رهبری دفتر مطبوعاتی بانک اروپایی تجدید و رشد روز 14 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت در آغاز برنامه بانک برای اجرای این طرح اختصاص دادن 26 میلیون دلار را پیش بینی کرده است. این مبلغ برای خریداری واگن و لوکوموتیوهای دیزلی روانه خواهد شد. در مجموع برنامه نوسازی 2000 واگن و 40 لوکوموتیو دیزلی را در بر میگیرد. اما چون اداره راه آهن دولتی است، دولت هم باید در این برنامه سهم گیرد. تا جای من اطلاع دارم حکومت تاجیکستان از حساب خودش الکی 900 واگن بارکشان و 8 لوکوموتیو دیزلی خریده است. За собственные средства Таджикистан закупил порядка 900 грузовых вагонов и 8 дизельных локомотивов. این اقدام بانک اروپایی تجدید و رشد در حالی است که 4 سال قبل مقامات روسیه روای قطارهای تاجیکستان را به خاطر کهنه و فرسوده بودن واگن‌ها و وضع آنتی سانیتری در داخل آن برای یک مدت قطع کرده بودند.